بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. خوک و خطر آن به سلامتی انسان. معجزه قرآن. سوره بقره آیت 173. به نام خدای بخشاینده مهربان. جز این نیست که خدا بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که در ذبح وی به غیر نام خدا آواز بلند کرده شود حرام کرده است. اما هر کی بیچاره شود و تعدی کننده و از حد گذرنده نباشد، پس بر وی گناه نیست، به درستی که خدا آمرزنده مهربان است. استعمال کردن گوشت خوک در خوراک در خود یک چند نتیجه های ناموافق را برای سلامتی انسان پنهان کرده است. خاصیت های ضرررسان و خطرناک گوشت خوک همه وقت موجود بودند، حتی امروز ها نیز وجود دارند. پیش از همه خوک را اگر در همه گونه شرایط های گیگینی پرورش کنیم، خوراک تازه دهیم، خواهیم نخواهیم، او چون حیوانی که مجازات خود را استفاده میبرد باقی میماند. در نتیجه تحقیقات معین کرده شد که محض در زمینه این پی در پی وجود داشتن ماده های ضد بدنی، مقدار زیادی گورمون های قد، درجه بلندی کلسترین و لیپید، گوشت خوک خطری حقیقی را به وجود می آورد. استعمال از همه زیادی گوشت خوک در جهان با حساب های آماری در ایمئه و گرمانیا به قید گرفته شدند و عجایب نیست که محض در این دولت ها زیاده از نصف اهالی از وزن اضافه و فربهی عذاب کشیده ایستادند. غیر از این بسیار وقت معلوم می شود که گوشت خوک برای ارگانیسم انسان خطر می آورد. مثال کرم های تریخینه که در بافته های موشکی خوک دیده می شوند، هنگام وارد شدن به بدن آدم تریخینه ها به موشک های قلبی داخل شده آنجا افزایش می یابند. برای انسان خطر مرگ را به وجود می آورند. چه خیلی که معلوم است همه این سبب ها به ما نشان می دهد که خداوند برای ما به سبب خوردن گوشت خوک را منع نکرده است. در میانه های عصر 20 آدمان عاید خطر گوشت خوک دانسته نمی توانستند. دلیلی به همتا. اما 14 عصر پیش، زمانی که انسانیت عاید بیولوژی، میکروب ها، باکتریا ها، تریخین، گورمون و غیره معلومات نداشت، در قرآن دستور عاید ضررناک بودن و منع بودن خوردن آن فرستاده شده بود. حتی امروزها دکترها خبر می دهند که خوردن گوشت خوک برای ارگانیسم انسان ها موافقت نمی کند. خدا حافظ دوستان مهربان ما.